غزه امروز مسئله اول دنیاست. این در سطح بین المللی هر کارم که میکنن صهیونیستا و پشتیبانان آمریکاییشون و اروپاییشون که مسئله غزه رو از دستور کار افکار عمومی دنیا خارج کنن نمیتونن. خب نگاه کنید به این دانشگاه‌های آمریکا. هر روز امروز باز تو خبرها میخوندم چند تا دانشگاه دیگه اضافه شدن در استرالیا، در اروپا، کشورهای مختلف اروپایی. یعنی ملت‌ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه. باید فشار روی رژیم صهیونیستی روز به روز افزایش پیدا کنه. شما ملاحظه کنید آمریکایی‌ها و دستگاه‌های مرتبط با اونها با مخالفت زبانی با اسرائیل چه معامله‌ای دارن انجام میدن. دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا نه تخریب کردن، نه شعار تخریب دادن، نه کسی رو کشتن، نه جایی رو آتش زدن، نه شیشه‌ای رو شکستن. اینجور داره باشون رفتار میشه. Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.